اگر با کسی هستی سر 4 تا چیزی پوزیشن آی شک دارم چه دختر چه پسر آی فلان دارم، اونجوری که ریلیشنشیپتون اینقدر راحت خراب نکنید. برادر من سنتون کمه، فکر میکنی با 50 تا دختر باشی میگن خیلی خفنه، یه جا بیاد این با همه بوده. هر یه دختری که میکنی داری روح خودتو میکنی. من این کارو کردم، خال خودم رو گاهیدم. 36 سالگی دپرس ترین آدم کره زمینم. حرف منو گوش کن، نکن برادر. همه چی دارم هیچی ندارم، زندگی خوب، این زندگی من، همه چی، زندگی، پول، ماشین، پشت. بابا من پشت دارم دیگه، من این برادر قاجاراش پشت نمانم دیگه. یعنی من بخوام این زمین رو صبح بخرم، من نیم ساعت با دو موقع اینا کار بکنم. نگه پولشونو ندم، پولشونو میگم اینا قسطی میدم دیگه، خورد خورد اینا برای من سود مودم نمیزنن هیچ موقع. اینا اصل پول میدن، اصل پول خورد خورد میگیرن. حالا الان حاجاراش کلی مال پال من دارم، برای من خرید که مایانه به من بده، سودم نزد. اینا آدمای خیلی خوبی ان. آره ای دهنه یادم رفت چی می‌خواستم بگم. صحبت پول میشه کسکش، اصلا میخوایم بنچاق ننه آرش هم بکشیم بیرون. کی دقیقا آخرین بار شاشید یارو، ول کن دیگه، حالا اون زمین رو بخره اینو بگیره. چی بود خالد صحبت؟ بعد برادر، روز مرگ انسان روزیه که هیچی خوشحالش نکنه. یعنی من واقعا باید به قدیر تسلیت بگم الان، چون فرزندش از دست داد. من هیچ چیز در این دنیا منو خوشحال نمیکنه. الان 2 ساعت دیگه دارم میرم، 4 ساعت دیگه دارم میرم لس آنجلس. اونجا خودم خونه دارم، ماشین دارم، کیر خر دارم، رفیق دارم، شهرت دارم، محبوبم، همه با من میگن پسر خوبیه، فلانه بلانه. با دیگه مثلا چه میدونم، با دختری که بچگی آرزوم بود در ارتباطم، باهاش صحبت میکنم، میتونم برم ببینمش. نه حال دارم برم ببینمش، نه حوصله صحبت دارم، نه اصلا میخوام الی برم، نه میخوام اینجا باشم، نه میخوام اونجا باشم. عاقبتتون این میشه. انقدر بپر از این دختر به اون دختر نکن. ایها الناس، روحتو میگایی. آره فدای تو، با یک نفر باش، قلبت رو به یک نفر بده. ما که قلب رو به کسی ندیم داشت، بعد منم دیگه همین فرمون رو میخوام برم دیگه، نمیتونم واجی، مغزم به قدری این قطار من رو ریل خوابیده. میگن شاید بتونی بلندش کنی، ولی سمت بیشترش دیگه رو ریل خوابیده. فهمیدی؟ حالا من دارم سعی میکنم که اصلا ریل و قطار رو جمع بکنم، اونجا رو آسفالت بکنم. تو اون زورم دارم اون زور رو میزنم، نمیدونم بشه یا نه. anyway دیگه آقا، خلاصه که دارم میگم دیگه I love you، هم خانوما هم آقایون. امیدوارم که شب خوبی رو، ولنتاین خوبی رو داشته باشین، مست کنین، سکس کنین با هم. فهمیدی؟ سکس کنین، چشم هم دیگه رو نگاه کنین، به هم دیگه بگین دوستتون دارم، نمیدونم حرف بزنین، عشق رد و بدل بکنین. برادر، عشق زیباترین و واقعی ترین چیز دنیاست بعد سکس. آقا یه خواهشی هم من از برادرها و خواهرای خودم که در آمریکا هستن بکنم، چون من از سال دیگه شروع میکنم همش دبی و ترکیه و اسپانیا و اروپا و اینا میخوام برم اونجا باشم بیشتر. اگه باشم که با حاجی برم بیام دیگه. آره میگم داداشی، منو اگر میبینی، چه خواهر منی، چه مادر منی، چه برادر منی، چه پدر منی، چه هر کسی که هستی، به عنوان آب دهن اینجا نباید بریزی، خیلی بده، مادرها بدشون میاد. آره این چیزا رو به روی من نر. این صحبتایی که الان اینجا من با شما کردم و دلی من برای روزهای گرامی داشتهای خاص این سخنرانی‌ها رو میکنم. به روی من نیار. منو میبینی، اصلا منو میبینی فکر کن همه چی اوکی و داداشتون چطوری و مخلصم، بوم بوس بوس، عکس خدافظ. عکس کنم، منظورم که یعنی من میام سمت شما. به روی من نیار خواهشان، اصلا حال نمیکنم. میخوام این چیزا تو خلوتمون باشه. بعدم اگه شب مثلا چه میدونم، فردا شب مثلا میخوایم برین تو خیابون، تو اتوبان دور بزنین، حالا هر فندی میخواین تو ماشین شبا بزنین، صحبت منو جلوی 2 نفر بیشتر نه. این بدبختی ها سرتون میاد. مسخره آدم نبود بکنه، سرش میاد، بیچاره میشه آدم. فهمیدید چوری شد؟
شرایط من شرایط بحرانی هستش در ذهن خودم، چون با شما نزدیکم دارم به شما میگم دیگه، شما به کسی نگین. آره بعد منم میبینی اصلا به روی من این بذار آقا تو دنیای من و تو توی اون بده اون سم باشه، شبا میخوابی دیگه حوصله هیچکی رو نری، اون بذار من اونجا باشم پیش شما، چه دختری چه پسری من کار به شما ندارم، من راه دور که فهمیدی؟ پس به روی من نری آیسان جان، بیا صحبت بکنیم، تو اونجوری شدی باید بری دیوان خانه خدا رو ببندم، ولی دیگه هرچی هست دیگه من همینم برادر دیگه. چرا مایه میخوام در بیارم؟ وضعیت که خوب باشه هیچکی نمیگن دیوانه شده، برای این دارم پول در میارم و این اصلا دنبال مایه نیستم، علاقه به پول ندارم، علاقه به پول ندارم. 1 سال شد الان من اینجا دارم بالا پایین میکنم بابا، تو این 1 سال توتال 300 میلیون آدم من دیدن، همونا رو بگی چند بار کاسبی نکردم که. فکرم حاجی خرابه، حال ندارم برادر، حال ندارم. آره من دیگه آمادشم برم سر کار، یه ذره بمونم و بعدم برم چیز دیگه، بعدم برم کاسه رو جمع کنم برم، اصلا نمیدونم دارم اله میرم چی کار، اصلا اینجا چی کار، به خدا قسم حاجی مغزم خرابه امروز. این خمیردندون من دیروز تهیه کردم کسکش نمیدونم سیاهه، چارگلمی دیگه، یعنی زده زغال و نعنا، ببینم رنگش هم سیاه، بعید میدونم سیاه باشه نه. یه ذره سیاه چیه این خارکسته؟ خمیردندون هم خط خمیریش نباشه کسکش، توتپیست دیاره، توتپیسته نه. ببین اینو چیه کسکش این؟ این خمیردندونه نه؟ آره دیگه کرست کسکش براش ده. آره بابا سیاه این کسکش، ملت و کسگیر میارن پول در میارن صورتی میکنن. صورتی مگه میشه آقا؟ خمیردندون صورتی باشه بعد چی صورتی داشت آقا؟ خودتون میدونی پلنگ دیگه، پلنگ صورتی دیگه. از گریه بیفتیم خارکوس جلو جلو یک 10 دقیقه پیش. آقا یه چیزی دیروز خانومی به من گفت، دکتر درست حسابی همین خارج مارج رفته است. خب گوش کن، این پوسته صورتتون رو نگه داره مثل من میزنه، دارین 100% همتون دیگه. خب گفت روی این کرم نزنه، این قشنگ با صابون صورت بشور. اینا من اینو میزنم، اینا این ما رو صورت بدم الان بزنم دیگه، بدم الان بزنم اینجوری بزن روی اینایی که همین روی چیزا، همین خشکی‌ها. خب بعدا روشو کرم بزن، بعد اینا رو پشت گوش نندازه، اینا صورت خالکسه. من خودم انداختم دیگه، چی کسشر میگه. خلاصه میگم خانمه گفت اول خشکش بکن صورتتو، یعنی اونا رو قشنگ در بیار، بعدا روشو کرم بزن. روی اون کرم بزنی نمیگیره، اون کرما مرده پوسته، فهمیدی؟ اون روش میمونه. آره آقا یه ایرادی که ما خیلی همون داریم بلند ادامه دادم با مراقبه کردن یه صدایی تا